مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق جایتونه یعنی میگه که منم دالشینی رو آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید و اگر هم سابسکرایب نکردید دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر هم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید، زنگوله رو هم بزنید و اگر هم همه این کارا رو کردید یه کامنت بذارید که توسط یوتیوب ربات تشخیص داده نشید. همونجوری هم که در تیتر برنامه دیدید این چهره محسن سعیدی که یا همون مهراد جمع اعلام شد که مجاز شده و میتونه به صورت مجاز فعالیت بکنه. این در حالی هستش که حواشی این یکی دو سال گذشته‌ای که مهراد جمع درگیر اون بود همیشه پر سر و صدا و پرحاشیه بوده. ماجرای رل زدن و ازدواجش با دنیا جهانبخش، یکی از افراد معروف فضای مجازی، و اینکه سایت شرط بندی داشت دنیا جهانبخش و بعد از اون یهو مهراد جمع تصمیم گرفت که برگرده ایران و وعده وعیدهایی که مسئولان سفارت ایران توی لندن به مهراد جمع داده بودن و به نوعی اون رو جذب کردن که برگرده به ایران، خودش حواشی زیادی رو داشت. حالا راجع به این قضیه صحبت میکنم، راجع به مجاز شدنش که گویا مسعود جهانی که در حال حاضر مدیر برنامه‌های جدید مهراد جمع هستش این خبر رو به خبرگزاری‌ها داده. حالا شاید به نوعی حاشیه باشه بخوان تکذیبش بکنن و این نوع مجوز دادن به نوعی میخواد مثلا نشون بده که آره آخوندها یا همون سیستم حال حاضر داخل ایران شل کرده و داره به این افراد مجوز میده و چراغ سبز به بقیه نشون میده که آره شما برگردید ایران، ما بهتون حال میدیم، بهتون مجوز میدیم. اما این اول راه هستش، چون همون خواننده‌ای که همین الان دارن داخل ایران مجاز کار میکنن دهنشون رو ارشاد سرویس کرده. یعنی بعضیاشون رو ممنوع الفعالیت کرده، بعضیاشون رو ممنوع الکار کرده، ولی از اون طرف میگه که ببینید من چراغ سبز نشون دادم و شما جذب بشید و بیاید داخل ایران. ماجرا از این قرار هستش که بلوش 3-4 سال پیش مهراد جمع که اون موقع بسیار هم کم سن و سال بود با مهدی و هادی حسینی آشنا شد. هادی حسینی شد تهیه کنندش و تونست چند تا آهنگ مگاهیت رو روانه بازار همون مارکت موسیقی ایران بکنه. هر چند توی ایران شما پول خرج بکنی به راحتی میتونی مگاهیت بشی، فرقی هم نمیکنه. با دم و دستگاه تنظیم صدا صداتون تنظیم شه. اما خب مهراد جمع به حال آدم با استعدادی بود که تونسته بود توی این قضیه خودش رو نشون بده. بعد از اون یهو سر از ترکیه در آورد و یه عکسش با دنیا جهانبخش لو رفت. من تصویر رو هم بزرگتر میکنم که کاملا مسلط باشید به موضوع و بدونید ماجرا از چه قرار هستش. توی ترکیه یه عکس از این دو نفر توی استوریا لو رفت که البته قبل ترش ما در رسانه پشت پرده نسبت به این قضیه واکنششون داده بودیم و گفته بودیم که این دو نفر با هم رابطه دارن و دنیا میگفتش که این عکس یهویی از دستم در رفته و همینجوری به شوخی به مهراد میگفتم که اگه این عکس الان بره توی استوری چه اتفاقی میفته و قطعا تو ممنوع کار میشی یا نمیتونی برگردن. میگفت زارت یهو عکس رفته توی استوری. البته خب این داستانی هستش که دنیا داره مطرح میکنه و میگه و بعد از اونم میگفتش که من بعد از 1 دقیقه این عکس رو پاک کردم اما کار از کار گذشته بود و مهراد تصمیم گرفته بود که توی ترکیه بمونه. بعد از اون هادی حسینی که تهیه کننده قبلی مهراد جمع بود اومد مصاحبه کرد با رسانه‌های داخل ایران. مسعود جهانی مصاحبه کرد و گفتش که ما 2-3 بار رفتیم ترکیه و می‌خواستیم که مهراد جمع رو مجاب بکنیم که برگرده ایران، یه خواننده مجاز باشه. اما اون موقع هم خب میدونید دیگه کرونا بود، کنسرت‌ها کنسل بود، خواننده‌ها درآمد نداشتن، هر کسی به هر طریقی می‌خواست کسب درآمد بکنه. مثلا اشوان یه مدت رفت بود با نیلی، نمیدونم فلان خواننده رفت بود با فلان سلبریتی. خیلی از خواننده‌ها شدن یوتیوبر و اومدن تو یوتیوب فعالیت کردن و عملاً هر کسی دنبال شغلای دیگه بود که پول خودش رو در بیاره. و مهراد جمع یهو گفتش که بله من به صورت رسمی با دنیا ازدواج کردم. بعد از اون هم دنیا رفت لندن و مهراد جمع سر از لندن در آورد. اونجوری که دنیا میگفتش که من تا این لحظه نزدیک 2 میلیون دلار خرج مهراد کردم با تجهیز استودیوش و چیزهای مختلف توی لندن و بعد از اونم یهو خبر بارداری
دنیا جا وقت مطرح شد که آره مهراد داره بابا میشد. درست 5-6 ماهش که شده بود مهراد جم یهو تصمیم میگیره که برگرده ایران. سیستمش هم اینجوری بود که میاد تو خونه، کیس کامپیوتر رو باز میکنه، رمای تو کامپیوتر و کارت گرافیک و بقیه وسایلی که به دردش میخورده برای تجهیز کردن استودیوش توی ایران ور میداره و جدا میکنه میذاره تو ساکش رو از خونه میره بیرون، بدون اینکه حالا بخواد از تصمیمش به کسی بگه. اول میره منچستر و از منچستر هم میره امارات و بعد از اون هم اگر اشتباه نکنم اون موقع ماجرای بازی‌های المپیک یا پارالمپیک بود که فکر کنم تیم پارالمپیک میخواست برگرده ایران که با تیم پارالمپیک برمیگرده داخل ایران و بعد از اون هم 2-3 بار توسط اطلاعات سپاه بازداشت میشه. حتی وسایلش ازش گرفته بودن، کلیه وسایل الکترونیکیش، لپتاپش و سایر دم و دستگاهی که داشته رو ازش گرفته بودن و یه مدتی رو بازداشت بوده و اونجا گویا حالا مصاحبه‌هایی رو حالا با اون برای بچه‌های بالا انجام داده بوده و اعترافاتی رو حالا انجام داده بوده که این اعترافات منجر به بازداشت چند هفته‌ای هادی حسینی میشه، یکی از مدیر برنامه‌های قبلی مهراد جم. چند وقتی رو توی بازداشت نهادهای امنیتی بوده. حالا میگفتن که این بازداشت به دلیل ارتباط با حالا مهراد جم بوده. اونجوری که مهراد جم گفته بوده که آره منو معامله کرده بودن با این سایت‌های شرط بندی، منو جذب کرده بودن. حالا به هر حال شما وقتی میرید تو ایران درگیر دستگاه اطلاعاتی امنیتی میشید یه چیزی رو میزنن دیگه و حالا اونا هم برای اینکه راهی پیدا بکنن از این پرونده ها اونجا میرن هر اعترافی رو انجام میدن. تا همین چند وقت پیش که مهراد جم تا یه مدتی هم که بچه خودش رو گردن نمیگه، یعنی اعلام نمیکرد که این بچه منه، تا اینکه اومد یه دونه تنها پستش رو توی پیج خودش گذاشت و اومد گفتش که آره آرتان بچه منه. قبل از اونم حالا شایعه‌ای بود و چیزهای دیگه بود. البته من خودم بارها ویدیو منتشر کردم و گفتم که نه همه این موضوعاتی که آره این بچه مهراد و دنیا نیست کذبه و واقعا این اتفاق رخ داده و دنیا و مهراد با هم دیگه حالا زن و شوهر بودن و این بچه هم مال خودشون هستش. یه مدتی رو مهراد جم سکوت کرد، چند وقتی رو حالا اجازه فعالیت نداشت تا اینکه امروز مسعود جهانی که میگفتن یکی از عامل‌های اصلی حتی بازداشت این چهره هادی حسینی بوده و یه آدم پرنفوذی داره در کنار خودش، اعلام کرد که مهراد جم مجاز شده و میتونه فعالیت داشته باشه و حالا کسی که حالا زنش حالا طلاق هم مثل این که حالا نگرفتن اصلا دیگه درگیر حالا سایت شرط بندی بوده، خودش توی ایران میتونه فعالیت بکنه و کنسرت برگزار بکنه، فعالیت‌های هنری خودش رو ادامه بده. امیدوارم که تو کار خودش موفق باشه و بره جلو. ولی خب به هر حال این نوع تصمیم‌ها عموما تصمیم‌های سیاسی هستن که مسئولای ایران میگیرن که گفتم یه چراغ سبز نشون بدن به بقیه خواننده‌هایی که خارج از کشورن، بگن که ایران بهشت برینه و شما میتونید تو ایران فعالیت بکنید به صورت آزادانه، کسی هم باهاتون کاری نداره. ولی من گفتم اول صحبتام توی ایران خود خواننده‌هایی که تو ایران دارن مجاز کار میکنن مینالن و خیلی هاشون اصطلاحاً دوست دارن که مهاجرت بکنن اما شرایط اجازه نمیده. همین روز گذشته بود که گرشاسب رضایی توی سیرجان تو استان کرمان کنسرت داشت، 5-6 نفر 8 نفر بودن قمه به دست و چاقو به دست حمله کرده بودن اونجا. اصلا این حرکت در بین یه سری از قوم ها قفل، هنوز قفلش برای اونها باز نشده، اینقدر این حرکت وحشیانه بوده و جالبه که میگفتن تیپ و استایلشون هم یه جوری بوده که با ریش و پشم و این چیزا بودن، یعنی کاملا آدم‌های خرمذهبی که می‌خواستن بگن که ما آره. حالا مهراد جم وارد این مارکت کردن و یه ویترینه و باید ببینیم که این قضیه چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه و آیا حالا الان به صورت لفظی گفتن مجوز صادر شده، آیا به صورت عملی برای شعراش، برای ملودیاش و برای کلیت فعالیت‌های هنریش آیا این مجوزه به صورت رسمی صادر میشه یا نه؟ باید زمان رو ببریم یه مقداری جلوتر و صبر بکنیم که ببینیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. اما چیزی که تا این لحظه اعلام شده، مهراد جم فعلا با وجود تمام این حواشی که گفتم مجاز اعلام شده. در صورت اگر خبر جدیدتری به دستمون رسید حتما بهتون خواهیم گفت و مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. حتما ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلصم.